بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله. اما بعد، علامه ابن القیم رحمت الله علیه در کتاب زاد المعاد گفتند که و نوم النهار ردیء، و خواب روز خوابی بد است، خوابی بی صفت است. یورث الامراض الرطوبیه و النوازل، باعث بیماری های نابهنگامی و باعث بیماری های نمناکی مانند شوش، اسمه و غیره می گردد. و یفسد اللون، و رنگ انسان را ویران می گرداند و اینچنین باعث بیماری سپورز می گردد گفتم. و عصب را سست می کند و یکسل و یضعف الشهوه، و قوه مردی را ضعیف و تنبل می‌گرداند، مگرم در تابستان بعد نماز پیشین هیچ باکی ندارد. و اردعه نوم اول النهار، و بدترین خواب گفتند خواب اول روز است، یعنی خواب بعد نماز بامداد است. و هو مضر جدا، و این خواب بسیار خواب ضررناک است برای بدن. لارخائه البدن، برای اینکه برای بدن سستی میدهد، حالا آنکه وقت حرکتی بدن است، چون که شبی دراز بدن از حرکت ایستاده بود، اکنون وقت آن رسیده است که باید بدن حرکت کند، لیکن وقتی که انسان خواب میکند این باعث بیماری میگردد. و افساده للفضلات التي ينبغي تحلیلها بالریاضه، و این خواب بعد بامداد آن مواد زیادتی را که باید با ورزش تحلیل میشد و حل میشد آن را ویران میکند. فیحدث تکسرا و عیا و ضعفا، پس در بدن شکستگی و خسته شوی و ضعیفی را پیدا میکند. و این کان قبل التبرز والحرکه والریاضه و اشغال المعده بشیء فذلك الداء العضال، اگر این خواب انسان پیش از قضای حاجت یا پیش از حرکت و ورزش یا پیش از مشغول کردن معده با چیزی باشد، این است بیماری تبابت نشونده که باعث پیدا شوی دیگر بیمارها میگردد گفتم. یعنی کدام انسانی که نماز بامداد را میخواند و یا ورزش نمی کند، قضای حاجت نمی کند، معده خود را با چیز مشغول نمی سازد و خواب می کند، این گونه خوابها باعث بیماری های زیاد می گردد گفتند. بنابراین پیامبر صلی الله علیه وسلم در صحیح بخاری و مسلم هم خیلی که از ایشان ثابت شده از در حدیث انس گفتند که تسحروا فإن فی السحور برکه، سحری کنید چون در سحری کردن برای شما برکه است گفتند. به شخصان روزدار به سحری کردن توصیه دادند، چون که معده که شبی دراز از فعالیت باز ایستاده بود، بعد نماز بامداد خوب است که آن را با عسل، با خرمای، با آب، با چیز مشغول کرده شود و خوردن بعد نماز بامداد این فایده ناک است. این سخنها حدیثی ما تقدم را تصدیق میکند که واقعاً این وقتی بعد از آن بامداد تا برآمدن آفتاب وقتی مبارک است و این وقتی خواب و غفلت نیست و خواب کردن در این حالت خواب ضررناک است. بنابراین ما و شما را این سخنها هوشیار میکند که این وقتی از عمر خود را غنیمت دانیم و آن را با غفلت نگذرانیم. والله تعالی اعلم و صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.